صبح بخیر. این از جایی که ما دیشب اومدیم خوابیدیم، الان حالا دقیق‌ترش نشون میدم. این پایین رودخونه است و اینکه یه نکته رو بگم. پروسه خالی کردن این وسیله ها با چادر زدن و همه این کارا شاید کلا نیم ساعت زمان برده باشه کلا، ولی جمع و جور کردن اینا، دوباره پک کردنشون و بستن روی دوچرخه یه چی حدود شاید 2 تا 3 ساعت زمان میبره هر روز. حالا برای اینکه یکم توی این زمان صرفه جویی بشه، حالا مثلا اونایی که کمپ میرن و اینا، این حالا یه نکته‌ای که یه جور تجربه خودمه. صبح از خواب آدم بیدار میشه اصلا از چادر بیرون نیاد، حالا اگه سرویس نداره دیگه زیاد عجله نیست. تمام وسیله ها رو همونجا از همون اول کیسه خواب رو آدم جمع کنه بندازه بیرون، دیگه کیسه خوابی رو جمع کنه بندازه بیرون، وسیله رو همه رو بریزه بیرون از تو چادر، بیاد همه رو خالی کنه، چادر رو بتکنه، چادر رو جمع کنی یکم سرعتت خیلی میره بالاتر توی جمع کردن. آره، بعد این اصلا کاریه که حالا اصلا میتونی حد کاری که میتونی بکنی که سریعتر جمع جور کنی. چون بخوای مثلا بیای بیرون تک تک بیای لوازم رو بیاری ببندی و اینا، اینجوری نیست. بعد بریزی بیرون درجا پک کنی تمام شه بریم برای جلوتر. خب اینجا جایی که اول میخواستم برم کمپ کنم، اون آبخوریه رو میبینید، بعد روش هم با یه رنگ قرمز نوشتن چی؟ تمیز بریک که همچین چیزی بکنم، یعنی آب آشامیدنی. ولی من اول شب داشتم میومدم خیلی ترسناک بود برام. انگار توی این فیلم های ترسناک با خون مینویسن روی دیوار، مثلا اون فیلم ردرام بود چی بود اون. بعد رفتم دیدم یه اونجا WC اونجا، اصلا کی میره اونجا؟ اصلا کسی اونو نمیبینه. WC اونجا بود. عدلا من میخواستم برم همونجا کمپ کنم، انقدر وضعش خراب بود اصلا منصرف شدم. رفتم پایینو گشتم، دیدم خیلی در دید دسته. باز بی خیال شدم، اومدم یکم بالا رو هم گشتم، گفتم اگه نبودش کلا جابجا میشم میرم یه جا دیگه. اینجا هم گلای زیبا. خب یعنی من الان کجا میتونستم رفته باشم؟ میریم که با هم نگاه کنیم. در نزدیکترین قسمت به جاده، در همون حال غیر قابل به قولی شناسایی ترین قسمت، حتی روی این قسمت که شب رنگه روش یه لنت مشکی کشیدم که اگه نور خوردش مشخص نشه. یا بیبی اونجا آب خوری بودش، برم اونجا دستورات هم یاد بزنم، یا مالا صبونه رو بزنم، سرشلمون هم که داریم، قهرو سلوسات رو بزنیم رفت و بریم به سمت فتیه. این هم از صبونه امروز ما. میگن تا یه چیزی رو باید یه چیزی رو از دست بدی تا قدرش رو بدونی، واقعا همین سرشله بودش. یعنی دوباره برگشتم به روتین استفاده از غذایی که آوردم. 2 بسته نودلیت با طعم‌های مختلف رو باز کردم، میکس کردم. طعم مرغ و چیلین جدیده، قارچ و پنیر پیتزا. این بخورم، یه بیسکویت و کره بادوم زمینی و اینا هم بخورم، یه صبحونه مختصر بریم به سمت جلو.
این هم جاده اومدن دیگه. فکر کنم اینجا مرتفع ترین قسمت جاده است دیگه. خیلی ارتفاع گرفتن، نمیدونم چقدر ولی خیلی بالایی دیگه. از اینجا به بعد دیگه باید سراشی بشه. نه بازم اونجا دارم میبینم یه ارتفاع دیگه هم اونور میگیرم ولی دیگه میره سمت دریا دیگه. فتیه یه بکنم 10-15 کیلومتر جلوتر. اینجا غذا فروشیه. این جاده رو داشتم میومدم سمت اونور فتیه، دیدم یه فرعی اومدم دیدم یه دونه از این ونای غذا فروشی هستش. رفتم قیمتاشو پرسیدم، میگفتش که اون کباب ترکی و نمیدونم میتبال و هات داگ 220 لیره، سوسیس و چیکن 200 لیره. یه مقدار غذاش به نسبت یه رستوران بین راهی همین ون یه مقدار بالاه، ولی اومدم این ور ببین چه جایی اومده ای از این ونه شد. عجب جاییه، نگاه کن. وای عجب رستوران بین راهی اینجوری آخه. وای نگاه کن چه جاییه. بریم عمورم بگیر. عمو چجوره؟ داره برامون یس عمو داره مرغ گریل میکنه برامون. بهش گفتم گوجو یاشو همه چی هم بزن تنگش اسپایسیش کن. امروز نهار مرغه. واو. گفتم یه ویدیو دیگه با رزولوشن 4K بگیرم ببینم میتونم جزئیات بیشتری از اینجا ثبت کنم. پسر نگاه کن، یکی از خفن ترین ویوهایی که تا الان اومدم سفر دیدم. اصلا حالت اینجوری جا اسپایسی؟ یس اسپایسی. اما خیلی با عشق داره اصلا دیگه رفته تو فاز دیگه. او مای گاد. کیمیون سالت. ماشاءالله عمو قرملات میزنه. کچاپ حرفه‌ای هم میاد روش. کچاپ یس مایونز. وای کلا عمو. اوکی That's good. Pepper. Okay. Yes. تشکر. بریم چیکارش. پپر. تشکر. نون هم چیز کرده. دمش گرم آجی، چه چیز حقونی درست کرد. جانا ساگل تشکر لر. ماشاءالله اف تو کارش ها، یعنی داشت با خودش عشق بازی میکرد اصلا موقعی که داشت غذا رو درست میکرد. چه عجب جاییه. چه غذا رو بکنیم. این ون عمو تو مسیر نرسیده به فتیه است دیگه. عمو دمش گرم عجب غذایی درست کرد. واقعا خیلی گرسنه‌ام شده بود، یعنی ضعف اصلا شدیدی برام داشته بود. بعد این منتظر بودم برسم به آره اوکی. این منتظر بودم برسم به فتیه غذا بخورم، ولی اینجا رو دیدم دیگه اصلا فرمونو کش کردم اومدم نهارو زدم. الان ساعت 3:04 هم هستش. خواستم برسم فتیه غذا بخورم میشد 6 رفت میکردم. اما یه چایی آورد، میگه خیلی تعریف میکرد، میگه که چایش سیلون عربیه.
خیلی داغ نمیکنه. اما یه سگ به نظر میرسه خیلی پیرم باشه. اینجا داره همون موقع که من دیدم یه سره داره پارس میکنه. اون میگه که مادر پیتبول مادر لابرادور. میگه میکس پیتبول و لابرادوره. اون چی؟ جک راسل. جک راسل؟ امریکن جک راسل. آره این سگ پیره بنده خدا. very nice dog. اما لپ میگه اون شیکمونتره. اونم شهر فتیه، تقریبا 15 کیلومتر جلوتره. اقیانوس اینجا به اصلا شکل خاص، یه جزیره هم اونجا وسطه، اصلا یه شکل خاص. حالا اصلا اینجوری نگه اقیانوس تیکه یه تیکه این برای یه تیکه اون برای. خیلی جالبه. اومدم این مکانیکیه رو دیدم تو جاده زدم بغل باد به دوچرخه بزنیم. قشنگ دوچرخه 5 سانت اومد بالا. از اون موقع که اومدم باد نزدم به چرخه ها. این تلمبه‌ای هم که دارم از این تلمبه دستیاه، بادو فول نمیکنه. مثلا به درد اون موقع میخوره که پنچر کردی میخوای تیوب عوض کنی، مثلا تیوب جدیدتو باد کنی، فقط زمین نمونی به درد اون میخوره. ولی یه باد خفن زدم، دمش هم گرم، پول نگرفت. یه همین دیگه بریم. فتحی هم یه 7-8 کیلومتر جلوتره. این همون جایی که من وایستاده بودم داشتم نهار میزدم، اون آقا داشتم باش صحبت میکردم، بهم گفتش که اگه میخوای بری یه پلاژ با بهترین ویو توی این منطقه، برو همین پایین خیابونی که همون یه ذره جلوتر بود، یه شهر بود به نام یانکیلاری همچین اسمی داشتش که الان رد کردم دیگه. گفت برو اونجا لب ساحل کلی پلاژ هستش، کمپ هم اوکیه، برو اونجا چادر بزن صفا کن. ولی خیلی از برنامه عقب افتادم. من برنامه‌ریزی که کرده بودم این بود که روزی حداقل 40-50 کیلومتر رکاب بزنم به کوب، یعنی بگازم تا آنتالیا رو این 10 روزی که سفرم ببینم. ولی ماشاءالله 20 تا هم دارم به زور میزنم. یه برنامه رو اول برنامه رو تنظیم کرده بودم، کلا من برنامه رو ورزشی و اسپورت برنامه‌ریزی کرده بودم. ولی آدم این هم میرسی به یه شهر بخوای اونم سریع رد کنی بری یه شهر دیگه که چی بشه، شبش هم که آخر هیچ کس نیست بگیری بخوابی دوباره فردا حرکت کنی فقط جاده رو ببینی. نه دیدم اینجوری حال نمیده. یه برنامه رو اشغالیش کردیم، 40-50 کیلومتر رکاب زدنی که برنامه‌ریزی کرده بودم و کردمش 20 کیلومتر. میرم آجی شهرهای کمتری رو میبینم بعدش سرت. ولی یه الان تو پیک من شهرهای خوب جنوب ترکیه هم دیگه، حتی تا آلانیا ترکیه همه شهرهای جنوبیش قشنگه. ولی دیگه مثلا اینجا به هر حال طبیعت بکتر و یعنی طبیعت پرتری داره دیگه به نسبت آلانیا و آنتالیا. اون برا دیگه چون میره سمت سوریه و اون ور حالت کویری حالت چیزش کمتر میشه. ولی اینجا دیگه چون سمت یونان و کشورهای اروپای شرقیه هوا یکم متفاوته.
بالاخره ساحل زیبای فتحیه دیگه. داشتم از سمت جاده همینجوری میرفتم به سمت شهر، گفتم برم مرکز شهر دیگه، دیدم ساحل دیگه همین بغل دیگه. سر دوچرخه رو کج کردم اومدم همین خیابونه رو یه 100 متر 200 متر اومدم پایین، رسیدم به ساحل. پلاژا هم از اون سر شروع میشه، یه پلاژ هم الان اسمش رو دیدم معروف شدش دیگه، شروع میشه. یک تک قایق اون وسط، خیلی صحنه خارق العاده رو خلق کرده. فقط همون یه دونه قایقه. بعد دقیقاً مرکز این دوتا، این کوه و اینو این قرار گرفت. حالا مرکز هم نه، یه مثلا چند 200-300 متر این بره، ولی عجب صحنه رو خلق کرده. در حالی که اینجوری آفتاب از پشت ابرو داره اینجوری میزنه. واو. اینجا هم دیگه راسته کافه و اینا. خلاصه که این هم فتیه هوا ابری میشه، من یه ذره دلم میگیره، من دست خودم نیستش، ولی این منطقه هوای ابری دلم گرفته. آقا این دوستمون رو پیدا کردم. What's your name, man? تونا. اوکی nice to meet you. ایشون داشتن تو ساحل رکاب میزدن دیگه، الان داشتم برمیگشتم. من گفتم یه دقیقه وایسا، من دوچرخه رو دیدم خیلی عشق کردم. سایز دوچرخش 29، بعد دوچرخش الکتریکه، بعد سوئیسی هم هستش. اصلا ندیدم تو زندگیم همچین دوچرخه‌ای. من این کیلومتر شمارش که بوشه، اصلا فکر نمی‌کردم بوش همچین چیزایی بزنه. فنر وسط داره، مارک همین راکشاکه. بعد پارت توقمش بوش آلمان، حتی باتریش هم بوشه. بعد حالا من فکر میکردم دوچرخه‌های برقی اینجوری هستن که به صورت اتوماتیک، حتی فنر جلوش هم راکشاکه. فکر میکردم دوچرخه‌های برقی اینجوری هستن که به صورت اتوماتیک خودشون حرکت میکنن، ولی این دوچرخه‌ش اینجوری که وقتی رکاب میزنی شارژ میکنه، یعنی انگار یه قدرت 2 برابر از طریق برق و حالا اون دینامویی که داخلش کارگزاری شده بهت میده. حالا بریم یه تست بگیریم. چند یه تک ویدیو رو من توی من اول سوار شدم، بعد دیدم گفتم چرا اینقدر سرعتش زیاده، اصلا غیر منطقی سرعتش زیاده. بعد نگو به خاطر این دینامشه، پارت چیزو همزمان پارت برقی و مکانیکیش با هم کار میکنه. حالا میخوام تست سرعت بگیرم. Okay. So speed up, speed time, okay? Okay. In 1, 2, 3. صفر تا 100 بگیر. لعنتی مثل موشک میمونه. وای. Very nice man. Thank you. یکی از بهترین دوچرخه‌هایی که تا حالا تو زندگیم دیدم. Okay. Thank you man. You're welcome. I appreciate that. I appreciate you.
لشینگ ریزی کنیم. اینجا هم که شهر بعدی که میخوام برم بهش اولانوزه، یه همچین اسمی بعد فتحی هست. خط ساحلی باید همینجوری خط ساحلی و اینجوری دور بزنم، همونجا که چراغ روشنه برم تا همینجوری ساحل دوباره برم پایین. آره نمیکشه دیگه رکاب زدن. فقط چیل کنم، فقط بخوابم و کمپ کنم، همش یکیه دیگه. این ساحل فقط یه چند تا مناظرش فرق میکنه. و هوای لامصب فقط این وسط جولان میده. قیمت غذا و رستورانات که فتحیه، اون قسمتی که من بودم همون اولش که اون ساحل اصلیش و اینا بودش خیلی بالا بودش. الان اینجا که اومدن دیگه بازار غذا فروشی اینا، قیمت دیگه کم کم داره متعادل میشه. هرچی میرم دورتر هم قیمت بهتر میشه دیگه. برم دیگه. خیلی بازار بزرگی بود، فقط هم رستوران، یعنی فقط رستوران دیگه. فیلم نگرفتم، فقط رستوران بود. خیلی رنگارنگ بود ولی دیگه فیلم نگرفتم، حوصله‌ام نکشید. خارج شیم دیگه. همینجوری خط ساحلی میرم جلو، اومدم نرسم نگاه کن دیگه یتا اومدن تو صورتم. نگاه اینجا رو یتا دادم بالا. حالا فکر کنم تعمیرگاه کشتی دزدان دریای کارائیبی. What the fuck man. عجب جای دلیه اینا. اینجا صبح باید بیای ببینی، ولی میگم دیگه اصلا زمان بندی ها نمیشه همیشه جور باشه تو اینجور برنامه. من مسیر ها میرم، بعد زمان بندی های خودم هم کلن به هم ریخته. الان مثلا یه جوری شده نمیدونم چند شبه، همش ساعت 3 شب 2 شب میخوابم، 9 صبح بیدار میشم، 1-2 ظهر حرکت میکنم. روزو زیاد ندارم، بیشتر در شب حرکت میکنم. ساعت 10:40 شبه. دارم این جاده رو به سمت شهر کایاکوی بالن میرم. خط ساحلی چون همش دیگه پولاژ و اینا میشه، یکم سخت رفتن از سمت خط ساحلی کلا به سمت این شهر و این داستانا. باید یکم دور بشم. فاصله هم که میگیری چون اینجا کلا دیگه کنار ساحل در و تپه و اینجور داستاناه، جاده خاکی و دیگه دمر در عقرب میشه. الان همینجوری پیچ تا پیچ داره کوه میرم بالا. جاده هم خاکیه، میرم بالا تا برسم به شهر. ولی باز این تاریکی و سکوت و جاده خاکی رو به آسفالت و جاده اصلی ترجیح میدم، چون دیگه دیروز یعنی امروز صبح کلافه شده بودم دیگه از سر و صدای ماشین و همین آسفالت و دیگه اینا خسته شده بودم. با اینکه الان دشوارتر جاده، ولی اولی که هم مسیر رو کم میکنه، این
جاده فرعی، چون من دارم از نزدیک حالا معلومه از نزدیک دریا میگذرم میرم به سمت شهرهای دیگه. اگر جا دستی برم، جا دستی دیگه خیلی فاصله میره دیگه پشت اون تپه‌ها، هم کیلومترش بیشتر میشه هم ارتفاعش بیشتر میشه، ولی اینجا خب شیب بیشتری داره، ولی خب کوتاه‌تره دیگه، مسافتی کوتاه‌تره، ساکت‌تره و زیباتر و خیلی سخت. اینم بگم خیلی سخت. اگه الان روز بود، مثلا یه آفتاب بالا سرم بود، میخواستم اینجا رو برم بالا، اصلا تو چیز خیلی اصلا چی نشون نمیده، ولی مثلا جزء مسیرهای سختیه که مثلا من خودم تمرین میکردم قبلا، میرفتم بالا. خیلی شیبه، ماشین دیگه جرئت نمیکنه اینجا رد بشه. اگه من آب داشتم همین جا یه جا کمپ میکردم. آب ندارم، باید برم آب پیدا کنم. آره خلاصی که برم، اگه چشم تو را دیدم که همینجا جای خوب پیدا میکنم کمپ میکنم، اگه نش میرسم به شهر و دیگه بعده ادامه ماجرا. اینجا جنگل شیعه خیلی، با اینکه جاده است اصلا معلوم است چیزی نه، ولی خیلی پر جنگلش. یعنی رفتم زیر درختا دیگه، فکر میکردم تو مپ یه جاده خیلی اوکی زده بود، همچین جاده فکر میکردم بیام توش. بریم. اصلا انتظارم چیزی نداشتم. اومدم دیگه باره کوه اندازه دماوند، اومدم ارتفاع بالا. اینجا دیگه یه تابلو زده، یه دوراهیه، این که میگه 21 و 6 کیلومتر از فتحیه تا اینجا اومدم بالا و جلو عکس دوچرخه هم پایین ایستاده تا کایاکای 53 کیلومتر دیگه مونده. این سمت راست، سمت چپ دوباره میره جنگل و دارم سمت راست. بعد اینکه اینجا حتی مسیر دوچرخه سواری کوهستانیه دیگه بیشتر. میرم سمت راست تا کایاکوی نمیرم. من قبلش یه روستا دیگه هستش، میرم اونجا دیگه میمیرم، تمام میشم. و بالاخره چراغا نمایان شدن. فکر کنم تقریبا 10 کیلومتر دارم توی یکی از تاریک ترین مسیرهایی که تا حالا تو زندگیم رکاب میزدم. حتی سربالایی بود، اکثرا دوچرخه رو با دست داشتم هل میدادم و یه صحنه یاد یه بازی افتادم تو گوشیم. یه بازی هست به نام ماونتین بایک اکسترم. برای همین بازیای موبایله که مثلا یه دوچرخه سواره، بعد اینجوری به صورت دوحدی هم هست بازیش، دوچرخه سواری میکنه و بعد هیچ هدفی نداره بازیش، یعنی همینجوری فقط یه مسیر صاف و با دوچرخه میری، هر 1000 متر بهت مثلا یه لول میده و هیچ پایانی نداره. یاد خودم افتادم دقیقاً. بعد اینجوریه که مثلا زمان داره، مثلا بازیش ساعت ها که همینجوری میگذره، روز و شب میشه. قشنگ یاد خودم افتادم همینجوری مثلا خیلی این بازی من میکردم، روز و شب همینجوری رکاب میزده، یارو همینجوری داره میره. خیلی قفلیه بازی، یعنی بازی قفلیه، همینجوری رکاب میزنی، مثلا چه میدونم پشتک میزنی با دوچرخه، همینجوری میری، همینجوری صبح میشه، ساعت مثلا بالا نشون میده تو بازی، ساعت 6 7 8 همین مثلا میشه 6 7 شب صبح، آفتاب در میاد، ماه میاد بالا. آره خلاصه یه لحظه دقیقا احساس کردم همونه، مثلا روز و شب ندارم، همینجوری فقط دارم رکاب میزنم، روز و شب همینجوری فقط ادامه میدم به مسیر. سگای لعنتی هم که هنوز نرفته پایین پارس کردن رو شروع کردن، برم پایین قشنگ قرار کل روستا بیدار شن دیگه. درختیه این، چه درختیه این،
آقا اومدم دارم نزدیک دیگه این کایاکوی میشم. چراغای دیگه چراغونی شد جاده. منطقه روستاییه، روستایی ویلایی اینجوری باید گفت. تو مسیر این صاحب خونه های اینجا کلا تو ترکیه من دیدم زیاد اهمیتی به فنس و سگاشون نمیدم. مثلا الان من داشتم می اومدم 3 تا سگ از 3 تا خونه، حالا ویلا هرچی، پریدن بیرون. من تو شیپ بودم، سرزمین بودم، پریدن بیرون. اینا دیگه به قصد پارس کردن نیومدن دنبالم، میپریدن که پامو بگیرن. من پامو انداخته بودم، جمع کرده بودم، آورده بودم پامو گذاشته بودم رو فرمون. سرعت هم یکم زیاد بود دیگه، جا موندن نیومدن. ولی اینا دیگه به قصد اینا به قصد حمله اومده بودن. دهن سرویسا. نه بعد کردیم دیگه، حالا بریم میرسیم. چون تاریک شد کار شد. بعد مدت بالاخره برنج دم کردم. 1 ساعت زمان برد. خیلی کار داره برنج. نظرم اصلا گزینه مناسبی برای کمپ و اینجور داستانا نیست، ولی حیاتیه دیگه. برنج و خورشته بامیه.